انتظارها به سر رسید دوستان. بالاخره این پهلوان نوجوان ما اوی از خطه عبداللهی در مسابقات کشوری که در چاله‌باغ به قولی که بچه زیر خانهشان برگزار شد در وزن 110 کیلوگرم 3 نفر بودن، به میزبانی 3 نفر برگزار شد. ایشون در دور اول استراحت خوردن، قرعه استراحت بهشون خورد، بسیار عالی. متاسفانه در دور دوم با هم باشگاهی خودشون با نتیجه 8-3 بسیار ناچیز شکست خوردن و به مقام سومی کفایت کردن. احسن. اینو تبریک میگم به همه هموطنان عزیز، به ملت ایران. شیر مادر نان پدر حلالت هوی، بسیار عالی. احسن، واقعا ما خوشحال شدیم، بالاخره شرمنده شدیم، ما رو افتخار دادیم. واقعا اینو فیلمو میفرستم واسه تیلور که آینده ببینه با کی قرار مبارزه بگیره پسرش.